در هر عائله که فرزند هست ناگزیر کلین یا داماد به این عائله همراه می شود و وظیفه کلانترها والدین آن است که به کلین و داماد خود نه چون به کنیز و غلام بلکه چون به فرزند خود نگرند که به این عائله وارد گشته است. سهو و خطای آنها را بخشند، با آنها راه های زندگی را آموزند و آن کلین و داماد نیز باید پدر عروس و مادر عروس خود را چون والدین خود، چون پدر و مادر خود دانند و احترامشان را به جا آورند. در حدیث آمده است بشارت دهید به کسی که صبر کرد، زیرا چون صبر کرد البته ظفر یافت. صبر کن ای دل که آن بیداد هجران بگذرد، راحتی تن چون که بگذشت آفتی جان بگذرد. صبر بهترین خصلت انسانی است. صبر مظفریت می آورد. انسان‌های با صبر را خداوند دوست می دارد و بدترین عملها همان عمل است که وقت زن جوانی را به بیزوریاتی و به فرزندی طعنه می زنند. دولت و ثروت نه همیشه به انسان خوشبختی می آورد. در یک کلبه عادی فقیرانه می تواند خوشبختی به آخر حکم فرما باشد و در قصری با حشمت غم و دردی فراوان احساس شود. از این لحاظ خوشبختی را در سیم و زر نبینید. خوشبختی نیکویی و لبخندی زیباست.